چگونه که در چند جای قرآن پروردگار یک عجایب مقصد کلمه را استفاده میبرند. خود پروردگار که این همین انسان ها در همین دنیا مزرعه کردن، کاریدن، زراعت هم کاریدن، فردا می دروان، فردا می بینن. همون پروردگاری که یک قطره آب که صورت بخشیده، باید ما ایمان داشته باشیم که پگه نماز ما را صورت می بخشه، روزه ما را صورت می بخشه، صدقه و احسان ما را صورت می بخشه، بسیاری اعمال های نیک ما را صورت می بخشه. قدیم ما نشان میتیه. ما روایت های فراوان داریم که تجسیم الاعمالی بابا داریم در حدیث ها، یعنی که به جسم آمدن اعمال ها روز قیامت. حتی که قرآن محکمه سودی خدا را میخست است و یک جوانی زیبا میگه پروردگارو این همین در شبای رمضان من خواند، من گوش کرد. ای پروردگارو من شاهدی میتیم که این همین انسان گوش کرد، من همین انسان من خواند. حدیث امام مسلم پیامبر اکرم گفتن کسی 6 تا درازترین سوره قرآن خوانه و او را اگر یا گوش کنه او سمع گفتن گوش کنه، بقره و آل عمران و نساء و اعراف، همین 6 سوره را روز قیامت زانتی که روز قیامت بوده بالای سرش هم که چتر می آمده است که همین چتر هیچ همین آدم به سایه نمیمونده. یعنی معلوم بوده است که پگه عمل ها هم که جسمش نمیخستیان. حتی در دیگر جا قرآن حکایت میکنه که از طرف راست و چپاشان سرخ داده میشوند و جهنم میبیا. کیان را؟ کسایی که چیکار کردن؟ منع زکات کردن. اصلا معلومه که خیلی یک برنامه‌ای بوده از قیامت که آشکار میشدن. یعنی یک برنامه در قیامت یک کاری بوده است که رو میزده. قرآن میومده است در محکمه سودی میگفته من گوش کرد، من خانه شاهدی میتیم. بعد از اون رمضان میومده میگفته به خاطر من ای پروردگار رو این همین به خاطر خود من حرمت کردن نخورد نه آشامید تا فرو رفتن آفتاب زنش چقه نشد، این نکنه غیبت نکنه، این نکنه خیلی ایستاد به خاطر رمضان من شاهدی میتیم. میخه پیامبر اکرم گفتن هر کس قرآن شاهد باشه و جهنم نمیره. برای همین برادرها این یک معلوم است که این عمل ها پگه به صورت می اومدیان. این خدا هم خیلی بزرگه. پروردگار همین نعمت ها را ما داده است. چگونه ای که نو دوملو درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کردن، ابن حجر آورده است که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند صفت چه گفته. به شما میگه انسانی که در عصر 6 24 ساعت دندان شوکش خطی باشه. شما در همین زمان نمیوی آدمی را که 24 ساعت در دستش دندان شوکش باشه. مسواک رسول اکرم در بیخ گوشش میگه رنگ اوستاها قلم میموندن. حضرت میگه انمی خیلی مسواک چوش در دهنش بود. یگان مراتبه ندیدم که دهن حضرت بوی بد کنه. در او زمان در عصری که تاریخ و عصر جاهلیت میگه پیامبر ما دندان شوکش 24 ساعت خطی شد. عایشه مادرمون میگه اولین کار در خانه سر میکرد حضرت مسواک سر میکرد. حتی وقتی مردن شده مسواک کردن حضرت. میگه انسانی که در اون عصر شش جاهلیت های لباساش جوشانده یا سیمغ رنگ کرده خیمچیز کرده پوشه، خیمچیز کرده پوشه نمیویم حوزی نمیوان. در همین زمانی هم که پیش رفت پیامبر ما در انمو زمان لباساشون جوشانده میپوشیدیم. یگان روزی رسول اکرم به خوشبویی و عطر نبوده است. حتی یک روز روایت میکنه از این علی که حضرت آمدن خانه عایشه مادر ماندر آمدن گفتن که عایشه خوشبویی داری؟ گفت یک کرتم در خوشبویی زیاد کردگیم ندارم. گفت همو را بیار. میگه همو را آوردن. میگه جناب پیغمبر درونی آب میگم تا یک تر کردن غوجیدن همو آب ریختگی همو را در بدنشون مولدن مسجد رفتن. حتی به دوخی مسجد نمیدر اومدن حضرت. ما داریم انسانی که در اون عصر خیلی خوشبوه. لقد کان فی رسول الله اسوه حسنه. این پیغمبر من نمونه زندگی، این حبیبی من نمونه زندگی. شما کپی زندگی را ای حبیبی من حضرت محمد گیره میگه خدا صلی الله علیه و سلم. لمن کان یرجو الله. امید داره پگه خدا قدی و آخره زندگی را ای رسول من یاد گیره. امید داره نه. اگر زندگی را ای رسول من یاد نگیره میگه امید دیدار خدا نکنه، آخرت هم نداره. الحمدلله ما امتی رسول اکرمیم. ما امید داریم، ما از شفاعتش امید داریم. این نعمت همین در اون زمان، در اون زمانی که عصر جاهلیت است. اینقدر پیامبر ما بزرگه، اینقدر پیامبر ما نعمت داره.
در قرآن 392 جاشتا کلمه ربکه بوده. خدا در 392 جای قرآن میگه ربکه، ای محمد من خدای توم. ناز میکنه به خدا بودن در رسول الله. یا آدم میگه کوم ای من هستم، ای هم میگه و من زندم تو در پات خور نمیزنه و من هستم. یا موسی یا آدم یا داوود یا عیسی داریم، یا محمد در یگان جا نداریم. فقط یا ایها الرسول، ای رسولی من. یعنی یا محمد نداریم. چقدر خداوند رسول الله را دوست می‌دارد، چقدر خداوند رسول الله را نعمت‌های فراوان داده. برای همین حضرت مولوی هم در همین کتابش می‌بیاره در بخش دیگه‌اش که هیچگاه جنون بوی بهشتش نمیرسد. ای مولوی میگه اینمی بوی جنت خدا حرام کرده، هر دل سیاه شد زکینی محمد است. اینمی کینه داشته باشه رسول الله دا بوی جنت حرام بوده. اینمی قدر کینه داشته باشی بوی جنت حرام بوده است. برای همین رسول اکرم دوست داشتن در قرآن. پیامبر نغز بینیم، حرمتش کنیم، ایمان داشته باشیم صادقاً. این یک شخصیتی در این زمین اومد که همین پیشونه تاریخ زمین ده مهر زد رفت که اینم زندگی کنه. اینم پیامو آورد برای ما. الحمدلله ما امت شیم، ما امت رسول اکرمیم. برای همین حتی که قرآن قسم میکنن آیت داملا خواندن که لا ینطق عن الهوا، رسول الله را زبانش جنایت نمیکرده. زبان پیغمبر معصوم بوده، یگان بار زبانشون جنایت کردگی نبوده. لا ینطق عن الهوا اطیع الله و اطیع الرسول. قرآن میگه اطاعت من اطاعت رسول حضرت محمد کنه صلی الله علیه و سلم. و میگن چقدر اطاعت رسول کنیم، چی میگه خدا تاکید میکنه در حیات عمرش یگان بار گناه نداشته. برای انمی اطاعت کنیم، اطاعت رسول الله را برای انمی میکردیم که جنایت کردگی نبودن. حتی زبانش جنایت کردگی نبوده، گمی زبانی حضرت جنایت کردگی نبوده است. ببینید که چقدر شخصیت بزرگ بدیان. حتی خداوند موی سرش وصف میکنه، چشمش وصف میکنه، پاش وصف میکنه، دستش وصف میکنه در قرآن. ید الله فوق ایدیهم، قدرت خدای همه قدرت ها با الله های. یبایعونک انما یبایعون الله. کسی قدید دست به دست بیعت میکنه، خدا قدی بیعت کرده. این شوخی نیستیم. یا ایها المدثر، پیامبر در تگی بوریا و ادیولک خوابن که ندای ملکوتی آسمانی به در تگی جاگه خوابیده بخیز. نمی‌بینه در تگی گربه خوابیده خیز. خوابش موی سیاش زیمازا قلبسر، چشمای شحلای حضرت، شیشتناش در بین شما میگه رسول مای او پرس زندگی را، او های میگه نمونه زندگیتون. چقدر نعمت ها را خداوند بر رسول الله آورده، چقدر بزرگی ها را داده. یگان پیامبر الهی این خیل وصف نشده. ای روزی به دنیا آمده تا روزی مردنش تمام چیش نوشتیان. علما اتفاق دارن که تا قیامت این خیلی آدم یافت نمیشه که همه شنویسن. خوابش، شیشتنش، خوردنش، لباس پوشیش، گشتنش، خستنش، همه چی رسول الله در ورق نوشته شده. برای همین با توفیل نامش دعا میکنیم که خدای به مرای ما را شفاعت به توفیل نامش، قلبای رمیده ما را رام گردان، جهان اسلام در تینجی آرامی را ارزانی گردان، در دکانای ما، در تجارت و زراعتای ما فیض و برکت، عزت و آبروت، مقامت.